درود بینندگان عزیز، مخلصان گشتین جودو، اینک ما توجه میکنیم به رقابت های روز دومی سبقت های بانفوذ ورزشگران نورس در قهرمانی جهانی که در شهر صوفیه بلغارستان جریان میگیرد و اولین شده مدینه قربانزاده به میدان میبراید. عضو منتخب جودوی جمهوری تاجیکستان و رقیب او سیمیچ از سربیا است و رقابت را هر دو در وزن تا 52 کیلو شروع کردند و اشتراک منتخب نورسان تاجیکستان در میان 71 کشور سیاره همین مظفریت است که 551 نفر مدعی و از جمله 257 نفر بانوان برای زینه‌های افتخاری امروز تلاش خواهند کرد. مدینه اکنون در لحظات خیلی خوب قرار دارد که از آن تجربه غنیش خوب استفاده کند و فشار آوری برای بوغی کردن، حالتی که حریف را هم تسلیم کند. خیلی هم مدینه در این جریان ببینید که خیلی هیجان بیشتر و الکی بیهوش شد. ورزشگر بانوی سربیا بیهوش شد و مدینه قربانزاده در این دیدار هم خیلی از یک فرصت مناسب خوب استفاده کرد و سیمیچ انجلا که بانوی سربیایی در مقابل گلدختر عزیز تاجیکستانی تاب آوردن نتوانست